یک تعداد کسمادرایی که سر از ما ویدیو میگرفتین، سری ما پر میکنین، دو میزنین، تاوین میکنین، 2 شو نه سر سیما سمر لایف بگیرم، زن و مردی تانو میگایم. بازم دیست خوار مادرم کلی همون بستم طرفدارش خلاص. من خو رگ سگی مرا شما نمیشناسین که شما از آدرس شما کسمادران، از آدرس از این زمین رقم زنای بی حیای بی ایجاب آمدین، خدا را شما دو زدین، اهل بیت شما دو زدین، پیامبر را شما دو زدین، مخالفت با دین مذهبی ما کردین. من خب مخالفت با دین مذهبی تو ندارم. او بیناموز ما کدام روز آمدیم، کدام روز از زبان ما شنیده که ما گفته باشم که هزاره مرتد، هزاره عیسوی، هزاره فرار بسم آدم، ای خوار تای مادر تا این دین و مذهبی تا کدام روز شنیده از زبان ما؟ ما همیشه گفتیم که دین و مذهب چیز شخصی است. ما کار نگر کار ندارم، ولی شمایی که خوب میفهمین که امان شیعه هست، مسلمان هست، مثل امان هزارها دانه هزاره دیگه با شما مین دین و مذهب ما رو شما دو میزنین، امام حسین و اهل بیت شما دو میزنین، بیادر عقاید از ما شما دست درازی میکنین. باز دما اجازه میتین که دوائین یک قدر سکوت، دوائین یک قدر گپا و تاوالا باز بیخیزم چوب ده کسی مادرتان دیم؟ باز دما حق میتین یا نه؟ از این تصویر معلوم میشه این دختر، این زن پیر فحاش بیناموس، این زن فحاش لچک، این از تصویرش معلوم میشه. این عکس خما نگرفتم، برین تصویرهاش سرچ کنین. این زن فحاش لچک بیبندوبار در افغانستان بی حیایی و بی خدایی و بی نسبی که رواج کرد، اینمی پدر مالون کرد. به خاطر از اینکه عقده داشت، عقده شخصی خدا، عقده در برابر اسلام، در برابر مردم افغانستان جلوه داد. نه خیر رئیس کمیسیون حقوق بشری ساخت، دیگه ساخت. به خاطر از اینکه باشه حبیب، خدا رحمت کنه، باشه حبیب مجاغریست یا مجاغریست، اردوش از یک منطقه است. باشه حبیب یک آدم مسلمان بود، یک آدم متدین بود، یک آدم جهادی بود. دید که می فاحشه در پاکستان هم میره میته، باز یک دفعه که دگیرش آمد، باشه حبیب با زیر یک چند شاو نگاه کرد، خوب کسا کرد که دل زیر یخ کرد. اون دشمنی قد باشه حبیب داشت.